درود و وقت بخیر. نزدیک به 1 ساله که از انقلاب ملی ایران میگذره و روی صحبت من با اون افراد خارجه نشینه که نزدیک به 1 ساله از عکس سگ گذاشتن و عکس غذا گذاشتن و مدلینگ و فشیون یک دفعه پریدن پشت میکروفون و مبارز شدن و انقلاب ملی ایران رو بردن به سمتی که دقیقاً جمهوری اسلامی میخواد. تا اونجایی که ما اطلاع داریم این افرادی که میکروفون دست میگیرن، این افرادی که ورود کردن، این افرادی که تظاهرات دست گرفتن، تمام افرادی بودن که پای صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی حضور داشتن و پرچم ننگین کثیف جمهوری اسلامی در دست اونها دیده شده. اگر ما سکوت میکنیم دلیل بر این نیستش که ما نمیبینیم یا متوجه نیستیم. هیچ سکوتی بی دلیل نیست از طرف ما. به شما قول میدم بعد از شروع موج دوم انقلاب ملی ایران به تک افرادی که از خون جانباختگان سوء استفاده کردن خواهم پرداخت. این دلیل نمیشه که ما عمرمونو جونمونو بذاریم تومون بدیم، جون خانوادهمونو توی ایران به خطر بندازیم، بعد یک سری افراد سوء استفاده کن که معلوم نیست از کدوم اتاق فکر اومدن بیرون یهو بخوان انقلاب ملی ایران رو ببرن به سمتی که دقیقاً جمهوری اسلامی میخواد. این افراد اصلا کی هستن؟ این افراد از کجا اومدن؟ این افراد رزومه کاریشون چیه؟ آیا 5 دقیقه فعالیت سیاسی داشتن؟ آیا 5 دقیقه مبارزه کردن؟ اگه ازشون بپرسی هفته پیش توی ایزه چه خبر بوده، حتی نمیدونن ایزه کجاست. بعد اینها شدن اینجا میکروفون به دست. به تک شما به صورت قانونی جلوی دوربین خواهم پرداخت و پرسشگری خواهم کرد و باید پاسخگو باشید. نه به من، نه به مردم در استرالیا، به مبارزین کف خیابون در ایران. ما پیروزیم. موفق باشید.